تو شمال تهران، تو این مرکز خریدی که میبینید، یکی از لوکس ترین رستوران های تهرانه که متعلق به اسطوره فوتبال ایران. رستوران لوکس علی دایی 10 Forever. رستوران 10 Forever یا رستوران علی دایی در طبقه دهم برج روما سنتر کامرانی قرار داره و یکی از لاکچری ترین رستوران های تهرانه. اول ببینیم چرا اسم این رستوران 10 Forever. 10 Forever به معنی شماره 10 برای همیشه و به لباس تیم ملی اسطوره فوتبال ایران اشاره دارد. علی دایی نه تنها توی ایران بلکه در سطح جهان آوازه داره و طرفداران زیادی داره. علی دایی که رکورددار آقای گل جهانه، بارها و بارها در فضای خارج از فوتبال به روش‌های مختلف به کارهای اقتصادی پرداخته و این بار هم سراغ یک رستوران با ویوی شمال تهران رفته. اگرچه بین مردم اینجا بیشتر به اسم رستوران علی دایی معروفه، ولی این برند به اسم علی دایی ثبت شده و عطر 10 Forever هم 4 سال پیش روانه بازار شده. 10 Forever یکی از مدرن ترین دکوراسیون ها رو تو رستوران های تهران داره و علاوه بر فضای بسته، یک فضای باز به سبک روف گاردن هم داره. کلی از مدال ها و عکس های افتخارآمیز آقای گل فوتبال آسیا هم توی رستوران هست که میتونید از نزدیک ببینید و کلی عکس بگیرید. اینجا یکی از متنوع ترین منوی غذایی رو تو تهران داره و انواع غذاهای ایرانی و فرنگی داره. قیمت غذاهای اینجا متوسط رو به بالاست و میشه گفت یکی از گرانترین رستوران‌های تهران. خب برگردیم به منوی غذایی اینجا. محبوب ترین غذای منوی اینجا استیک گوشته به همراه سیب زمینی که 1,450,000 تومانه. 400 گرم شاه میگوی گریل شده با قارچ و سیب زمینی دارن که 1,980,000 تومان. تو منوی اینجا علاوه بر غذاهای فرنگی کلی کباب و کته ایرانی هم دارن. قیمت غذاهای اینجا نسبت به رستوران‌های دیگه به نسبت بالاست، اما کیفیت غذاها خیلی خوبه و البته که لوکسه. تو غذاهای منتخب علاوه بر استیک گوشت، بشقاب میکس مزه گرم و فاهیت‌های گوشت و مرغ هم هست که با سس آووکادو درست میشه. تو منوی کافه اینجا کلی نوشیدنی گرم و سرد و کیک و دسر دارن که گزینه خوبی برای میان بده. خود علی دایی هم بیشتر وقتها به اینجا سر میزنه و خیلی از مشتری ها با اسطوره فوتبال ایران عکس یادگاری میگیرن. علاوه بر علی دایی اینجا پاتوق خیلی از افراد معروف ایرانه.
آخر هفته ها با حضور دیجی اجرای موسیقی زنده هم دارن و اینجا رو به محیطی مناسب برای برگزاری جشن و تولد تبدیل کرده. گرونترین آیتم رستوران ماهی سالمون نروژی گریل شده که 2,080,000 تومانه. البته این ماهی یکی از گرونترین و با کیفیت ترین ماهی های جهانه و طعم و کیفیت بالای اون این هزینه رو توجیه میکنه. امیدوارم تونسته باشم شما رو با فضا و منوی غذایی رستوران آقای گل ایران آشنا کنم.